سلام به همه دوستان آجری باز. من کامرانم، اینجا آجری بازه. همین اول برنامه میخوام ازتون خواهش کنم که ما رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون به ما انرژی بدید. تو قسمت قبل برنامه‌مون ما اومدیم بررسی کردیم که آقا این مدل‌ها دسته‌بندی‌ها کدومشون جذاب‌تره و خود من به شخصه به این نتیجه رسیدم که آقا کپی نخرم، فیک نخرم. حتما اون مدلی که میخوام بگیرم نام تجاری داشته باشه، سایت داشته باشه. به خاطر چی؟ میدونه سرا چون قراره ما تو برنامه آجری باز با این مدل‌ها یه مجموعه خیلی جذاب بر خودمون جمع بکنیم. و اما این قسمت یه مقدار متفاوته. به خاطر چی؟ چون برندی که امروز داریم بررسی میکنیم یه برند ایرانیه. نمیدونم شما تا الان میدونستید که یه برند ایرانی هست داره مشابه لگو یه سری اسباب بازی آجری تولید میکنه. یه نکته‌ای که راجع به این برند برای خودم جالب بود این بود که این برند تمام طراحیاش برای خودشه. شما این برند رو میتونید با نام تجاری بنار تویز بله BT توی اینترنت سایتشون رو پیدا بکنید. حالا بریم سراغ اون مدلایی که ما امروز قراره بررسی بکنیم. حالا چرا این قسمت ما متفاوته؟ چون ما تو این قسمت فقط آنباکس مدل‌ها رو داریم. میخوایم این 3 تا مدلی که از برند BT و من تهیه کردم دونه دونه بسته ها رو باز بکنیم. اول از همه جعبه رو بررسی بکنیم، بعد داخل جعبه رو بررسی بکنیم و من بعداً اینا رو بسازم، قسمت بعدی نشون بدم. مهم برام آنباکس این جعبه ها بود که هم ببینیم از روی جعبه چه اطلاعاتی میگیریم، هم داخل جعبه چه خبره. دونه دونه بریم سراغشون. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی این مدل اول، راجع به جعبه ها و طراحی جعبه ها می‌خواستم یه نکته رو بگم که فکر کنم تو تصویرم خودتون دیدید. برند BT تم رنگی خاصی برای خودش نداره. هر جعبه نسبت به طراحی رنگ بندیش فرق میکنه که این حالا برای خود من زیاد جالب نیست. بهشون پیشنهاد میکنم این مورد رو در نظر بگیرم. حالا جعبه رو اول روی جعبه. این مدل BT کد 7071 194 قطعه برای مثبت 6 سال طراحی شده. GT 500 یه قسمت جعبه نوشته 11 مدل و پشت جعبه عکس 11 مدلی انداخته که با این مدل شما میتونید علاوه بر این GT 500 11 مدل دیگه هم ماشین درست بکنید. پشت جعبه اطلاعات خاصی نداره، یه سری عکس انداخته، اطلاعات خاصی نمیده. و هشدار برای کودکان زیر 3 سال مناسب نیست، داره قطعات کوچک. همین. بله. میدین ایران با افتخار. آقا من اینو چجوری باز کنم؟ یه لحظه یه وسیله بیارم. آقا اولین نکته راجع به جعبه باز کردن که شما حتما نیاز به یه وسیله‌ای دارید. بدون وسیله این جعبه باز نمیشه. چسب فوق‌العاده زیادی به در زده شده که اصلا باز نمیشه. این ما جعبه رو حتما پاره کنیم. 2000 years later. به سختی در جعبه رو باز میکنیم. خیلی زیاد سخت. یک جعبه محافظ داخلشه که هم از نقشه محافظت کنه هم از قطعات. بسته‌بندی ها شماره نداره. قطعات داخل نه البته شماره داره، خیلی کوچیک روش خورده. 171 این بسته‌بندی شماره 2 شه. 2 بسته‌بندی شماره 2. اینم بسته‌بندی شماره 1 هست. و البته نقشه برای آموزش مدل‌های دیگر QR کد درج شده رو اسکن کنید. یعنی روی این نقشه فکر کنم فقط یه مدلشو داره چاپ شده داخل مدل. نه البته 2 تا از مدل‌ها رو داخل این نقشه طراحیشو انداخته. برای 11 تا مدل دیگه شما این QR کد رو میتونید اسکن کنید، از طریق سایتشون به بقیه مدل‌ها دست پیدا کنید.
این از آنباکس مدل اول بریم سراغ مدل بعدی. قبل از اینکه بریم سراغ مدل بعدی اینو بگم یادم رفت، داخل جعبهش، داخل بسته‌بندیش یه دونه آچار داره که البته توی بسته‌بندی 2 بهتر بود آچار رو تو بسته‌بندی 1 میذاشتن. از اونجایی هم که من جعبه قبلیه رو زدم داغون کردم، این جعبه رو دوستان زحمت کشیدن باز کردن، ولی باز هم جعبه آسیب میبینه. هر جوری بخوای تلاش کنی جعبه آسیب میبینه. داخل این بسته‌بندی هم مجدد یه باکس محافظ میتونم بگم، حالا هر چیزی. جعبه این مدلی که میخوایم بررسی کنیم BT 4040 تعداد قطعات 370 تا برای مثبت 6 سال طراحی شده. این مدل هم شما میتونید به 30 شکل درست کنید. یکی از قابلیت‌های این مدل‌ها که تعداد بالا میتونید شما درست بکنید هیجان انگیز بودنشه، به خاطر اینکه شما میتونید خرابش بکنید مجدد از نو با یه مدل جدیدتر، یه طراحی جدیدتر بسازید. البته برای این مدل برای این طراحی باید یه نکته رو در نظر بگیرید که کیفیت آجرها به شکلی باشه که به مرور زمان با باز و بسته شدن به اصطلاح نرم نشن و رو هم روون نشن، از اون حالت گیرندگی که کنارها چفت شدن، آفرین دنبال این واژه بودم، از اون حالت چفت شدنی که دارن هرز نشن. خلاصه باید ببینیم که این مدل قابلیت رو دارن یا نه. پشت جعبه هم اون 30 تا مدلی که شما میتونید این مدل رو درست بکنید انداخته عکسشو، که فکر کنم مثل قبلی شما باید برید یه سری تعداد نقشه هاشو از تو سایتشون ببینید. ابعاد و مثلا اطلاعات خاصی نداره. البته روی جعبه یک QR کد داره و سایتشون، شما میتونید از این طریق وارد سایتشون بشید و یه هشدار که برای کودکان زیر 3 سال مناسب نیست. حالا داخل این مدل چون تعداد قطعاتش بیشتره بسته‌بندی بیشتری داره، گفتن این صدا نزدیک نباشه. بسته‌بندی ها شماره داره. داخل این مدل یه دونه مینی فیگور داره و اما نقشه، ما قدیم راجع به کیفیت نقشه هم صحبت میکردیم، تو مدل قبلی اینو نگفتم. از لحاظ کیفیت کاغذ و چاپ کیفیت خوبی داره نقشه هاشون و نکته دیگه هم این که هر مرحله رو با رنگ خاص نشون داده که این نکته بود برای ما خیلی جذاب بود تو طراحی ها. نقشش هم جالبه. اینم فکر کنم 2 تا مدل، بله 2 تا مدل رو توی نقشه داره، شما میتونید از روی نقشه بسازید. بقیه مدل ها رو میتونید تشریف ببرید اگر خواستید از سایت. بریم سراغ مدل بعدی. آقا چرا این همه چسب؟ واقعا نیازه این حجم از چسب رو شما استفاده بکنید؟ 2 تا برچسب اینجا میشه زد خیلی راحت. اون حجم چسبی که توی بسته‌بندی مصرف شده اصلا عجیب غریبه. اون یکی از نکاتی بود که تو بسته‌بندیش بر من جالب بود. ما برای باز کردن هر کدوم از جعبه هاش به مشکل خوردیم. حالا این مدل سوم با کد 4037. راجبه این کدام بگم که برند BT برای تمام مدلاش کد تعریف کرده. شما کدی که براتون مد نظره رو میتونید توی اینترنت سرچ بکنید با پیشوند BT و از طریق سایت خودشون یا دیجیکالا جاهای دیگه اون کدی که میخواین رو تهیه بکنید. حالا این 4037 دوباره این مدل هم 3 تا مدل توی یه دونه است، برای مثبت 6 سال طراحی شده با تعداد قطعات 645 تا. این ور طراحی جعبه عمودیه، این ور که میریم جعبه افقی میشه. پشت جعبه مجدد کد و تعداد قطعات رو زده. البته طراحی دیگه‌ای که میتونیم داشته باشیم داخل جعبه. باکس، اولا اینکه این باکس محافظ خیلی مهمه تو بسته‌بندی، چون هم نقشه رو سالم نگه میداره هم قطعات رو سالم نگه میداره و یه هزینه زیادیه برای شرکت، ولی خیلی مهمه تو طراحی.
اول از همه نقشه که مثل بقیه نقشه های برند بیتی کیفیت به نسبت حالا میتونیم بگیم خوبی داره. هر مرحله با رنگ جداگانه مشخص شده. شما تو این مدل طراحی نقشه زیاد به مشکل نمیخورید تو ساختش، به خاطر اینکه اون مرحله‌ای که انجام دادید و کلاً با یه رنگ دیگه نشون میده. این مدل فقط یه دونه از طراحیاشو داخلش نقشه رو گذاشته. اگر اون دوتای دیگر رو بخوایم باید تشریف ببرید داخل سایتش. حالا میخوایم کیفیت قطعات رو نگاه کنیم. یکی از بسته‌بندی ها رو بذاریم بسته‌بندی شماره 1 رو باز بکنیم. این بسته‌بندی شماره 1 اول از همه مینی فیگورش رو ما خودمون همیشه گفتیم این قطعات رو میز نریزید، قاطی پاتی میشه، گم میشه، ولی حالا الان دیگه خودمون برای اینکه کیفیتش رو ببینیم رو میز میریزیم. قطعات به نسبت حالا میشه گفتم کیفیت خوبی دارن، هم رنگ جالبی دارن، رنگش زیاد رنگ مرده‌ای نیست. البته توی کله مینی فیگوری مقدار خرابی رنگ شما میتونید ببینید. متریال که ABS پلیمر ABS مثل بقیه لگو، مثل بقیه آجوریا، چاپ زیاد خوبی نداره مینی فیگورش. مشکل داری کیفیت قطعاتش خوبه به نسبت. رنگ زردی که مثلا انتخاب شده رنگ زرد خوبیه. اون یکی مدلایی هم که دیدیم هم قرمزش هم آبیش رنگ جالبی داشت. از لحاظ کیفیت و چفت شدن رو هم میتونم بگم خوبن. کیفیت قطعاتش خوبه، جالبه برام. کیفیت قطعات خوبی داره و بهشون تبریک میگم. خودم به برند بیتی تبریک میگم. از لحاظ طراحی و کیفیت و اینا میتونیم یه بچه زنگ میزنم اون در لطفا زنگ زدم به برند بیتی تبریک میگم. از لحاظ کیفیت متریال به نظر خودم امتیاز قابل قبولی رو میگیرن. رنگ خوبی داره، کیفیت خوبی قطعات داره. قطعا میتونه با فعالیت بیشتر، تبلیغات بیشتر، اینکه برندش رو معرفی بکنه به جایگاه خوبی برسه. آخر برنامه است. میخوام ازتون خواهش کنم که ما رو سابسکرایب کنید، با لایک و کامنتاتون هم به ما انرژی بدید. راجع به اون سوالی هم که ازتون پرسیده بودیم که شماها به این مدل اسباب بازی چی میگید، راجع به کامنتاتون تو یکی از برنامه‌هامون صحبت میکنیم و نظراتتون رو با بقیه به اشتراک میذاریم. مرسی که ما رو نگاه کردید. تا یه آجوری باز دیگه، فعلا.